وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله. سحر و جادو یک حقیقت است و مردم آن را تجربه می کند و یک نوع آن از طریق چشم امکان پذیر است. اغوا کردن و فریفتن چشم از طریق تلویزیون و مشاهده که عبارت است از جادوی چشم. تعرض الفتن علی القلوب كالحصير عودا عودا. می خواهم این حدیث را ترجمه کنم. حصیر یک بافت یا صفحه است مانند ماتریکس به این شکل که از بافت های عمودی و افقی ساخته شده و یک صفحه است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فتنه به شکل صفحه به قلب ها نمایش داده می شود که از دو نوع خطوط تشکیل یافته، خطوط افقی و عمودی. این یک تلویزیون است به عبارت این حصیر است یا صفحه و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فتنه به شکل صفحه به قلب ها نمایش داده می شود و این گونه است که شیطان قلب ها را تخریب می کند با نشان دادن فتنه ها در فیلم ها و در تلویزیون ها تا این که مردم به خشونت و فحشا خو بگیرند. اگر به تمامی تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته مشاهده کنید می‌بینید که خشونت در میدیا و رسانه ها نه تنها از لحاظ کمیت افزایش یافته بلکه همچنان بیشتر گرافیکی، شهوت انگیز و وحشت برانگیز است. این گام های شیطان است. اگر فیلم هایی را از سالهای 1930, 1940, 1950 و 1960 مشاهده کنید می‌بینید که بسیار آهسته آهسته پیش می رود و مردم را این گونه می فریبد، مردم را به گونه تدریجی به سمت خود جلب می کند. فیلم های را می‌بینید که حاوی خشونت است. این از قدم های شیطان. خشونت و فحشا دو وسیله مهم است چون این دو تاثیر بسیار شدیدی بر روان انسان می‌گذارند و این روش است که واقعاً قلب‌ها را فاسد می‌سازد. این آمار مربوط به آمریکا می‌شود اما متاسفانه به سوی شما نیز می‌آید. 80% فیلم‌های محدود شده، 70% گیم‌ها یا بازی‌های محدود شده و 100% موسیقی با محتوای غیر محدود برای اطفال زیر 17 سال به بازار عرضه می‌شود. بنابراین آنها می‌دانند که چی می‌کنند. آنها نوکرها و عساکر شیطان هستند، خواه بدانند یا ندانند، ولکن لا یشعرون. اکثرشان ناآگاه هستند. زمانی که به آنها گفته شود فساد نکنید و اذا قیل لهم لا تفسدوا میگویند انما نحن مصلحون، ما به آزادی بیان باور داریم، ما به بیان هنری باور داریم، ما فاسد نیستیم. نه، آنها ترویج دهنده فساد هستند. الا انهم هم المفسدون، اما آگاه نیستند، بنابراین اکثرشان نوکر هستند. فعلا اوسط اطفال در امریکا دارای سن 18 هستند و تا این سن 200,000 عمل خشونتبار و 1600 قتل را مشاهده کردند. اطفالمان را پروگرام کردند که خشن به بار بیاید. این اوسط میانگین وقت است که صرف تماشای تلویزیون می شود. 5 الی 11 ساعت روزانه در امریکا. 99% خانواده ها حداقل دارای یک تلویزیون هستند. به طور اوسط 4 یا 2 تلویزیون در هر خانواده، درست؟ چون بعضی ها 5 تلویزیون دارند، بعضی ها در هر اتاق یکی دارند. 56% شهروندان امریکا برای شبکه های کیبل پرداخت می کنند. 49% آنها گفتند که بیش از حد تلویزیون مشاهده می کنند. واقعا عجیب است. اطفال بالای سن 2 سال حدود 35 ساعت در هفته در مقابل تلویزیون منشینند. از سن 2 الی 11 سال 24 ساعت در هفته را صرف تماشای تلویزیون می کنند. از 54% اطفال بین 4 الی 6 سال وقت پرسیده شود که دوست دارد وقتتان را بیشتر با پدرتان سپری کنید یا در مقابل تلویزیون را ترجیح دادند. متعلمین به طور میانگین 900 ساعت را در مکتب می باشند و 1200 ساعت تلویزیون تماشا می کنند. با گذشت زمان از مکتب خارج خواهند شد. عجیب است. 1600 بار اعلان تجارتی یعنی 30 ثانیه‌ای در 1 سال مشاهده می شود. و می دانید چی می گویند؟ حال پیام مهم از حامی مالیمان، پیام در عربی رساله است و این دلیل اصلی است. آنها از شما می خواهند که اجناسشان را بخرید
و مصرف کنید، چون این یک جامعه مصرف کنندگان است. کارتون ها بسیار جدی هستند. این کارتون برای نوجوانان است. کسی که این کارتون را ساخته یک ملحد یعنی کافر است. به هیچ چیز باور ندارد، به همه چیز تمسخر می کند و بدبین است. اطفال این کارتون را می بینند. این کارتون بسیار معروف است. این یکی کلن در مورد شبه جنیات و آیین سیری می باشد. اسکوپی تمام این آیین را در خود دارد. تمام این کارتون ها به شما عرضه می شود و اطفالتان با این چرندیات رشد می کند و باید جدی فکر کنید. چرندیات را می آموزند و به آن عمل می کنند. باید جدا فکر کنید که با ذهن اطفالتان چی می شود وقت بگذارید تلویزیون را تماشا کنند. اطفال چیزی را که می بینند تقلید می کنند. می بینید قبلا جادوگر را به یک پیرزن تشبیه می کردند، ولی با مرور زمان فرق می کند. حال آنها جادوگر را تشبیه به فردی می کند که اکثرا مردم او را یک زن زیبا می پندارد و با او ماسک بافونت را پوشاندند و حال او اغوا کننده شده. او شیطان مردم را به تدریج منحرف می کند. اینها چیست؟ چرا این کارها را می کنند؟ چرا بر سرشان شاخ مگذارید؟ ما انسان هستیم، جن نیستیم. و این علائم را ببینید. چرا آنها این سمبول ها را استفاده می کنند؟ چرا این همه سمبول های یک چشمی در بین این هنرمندان وجود دارد؟ هیچگاه ندیدم که یک فرد نرمال این کار را بکند. چرا آنها چنین می کند؟ چون این دین آنهاست. آنها خدای یک چشمی را می پرستند. چرا آنها اطفال ما را علاقمند کرکترهای یک چشمی می سازند؟ چرا این همه یک چشمی ها؟ هدف چیست؟ چرا تمام این سمبول ها داره یک چشم هستند؟ بر اساس US Patent 6506 148 B2 صفحات بعضی از تلویزیون ها و مانیتورها می توانند میدان الکترومغناطیسی ضعیف پخش کنند که در فرکانس های 0.5 هرتز و 2.4 هرتز انتقال می یابند، طوری که رزونانس احساسی را تحریک کنند. اثرات فیزیولوژیکی در پاسخ به تحریک پوست توسط این امواج در یک فرد به گونه امتحانی مشاهده شده است. این امواج رفتار شما را کنترل می تواند. این یعنی این امواج تأثیر منفی بر سیستم عصبی شما دارد و باعث می شود که مغز شما بر اساس آن از خود عکس العمل نشان دهد و نیز مغز شما را آماده می سازد که هر چیزی را که از صفحه تلویزیون اخذ می کند قبول کند. و می دانید زمانی که شما تلویزیون را تماشا می کنید در یک حالت امواج مغزی می روید که متمایل به ترانس یا نشه هیپنوتیزم می شود و آنقدر دقیق است که بر اساس این سیستم به گونه نیمه آگاه و واقعی ما را تحریک به این می کند تا جهان را به روش خاص بنگریم. آنها می خواهند چیزی که در سرمان است را تلقین کنند تا جهان را که آنها می خواهند ببینیم. بر اساس فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از علائم قیامت این است که دیشها با هم ارتباط برقرار می کنند و صله رحمی از بین می رود. این من علام الساعة و اشراطها ان تواصل الاطباق و ان تقطع الارحام. این برای من یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چون من باور دارم در الجزایر مردم به دیشها چی می گویند؟ طبق. در افریقای شمالی به ستالایت یا دیش اطباق می گویند و این معنای دقیقش است. در شرق آن را صحون یا دیشات می گویند و صحون معنای درست آن نیست، چون صحن به ظرف گفته می شود که صاف باشد مانند بشقاب. طبق به ظرف مقعر گفته می شود. بنابراین اطباق معنای دقیق آن است و پیامبر صلی الله علیه و سلم دقیقاً کلمه را به کار برده که برای ارتباطات دیشها استفاده می شود. مواصلات. او صلی الله علیه و سلم تواصل الاطباق که دیشها به گونه متداوم با هم در ارتباطند و مردم صله رحمی یعنی ارتباطات فامیلی خود را قطع می کنند. به عبارت دیگر مردم در خانه های خود نشسته و تلویزیون را در ستالایت دیش مشاهده می کنند و همسایه خود را عیادت نمی کنند. این برایم یک حدیث شگفت‌انگیز است. امروزه تمام خدمات ارتباطی، اینترنت، خطوط تلفن، شبکه‌های تلویزیونی و غیره توسط دیش صورت می‌گیرد و دشمنتان شیطان شما را با این وسایل از هم جدا ساخته است. ببینید،
شما تنها هستید، حتی اگر با هم باشید. با نسل آینده چی خواهد شد؟ اگر چنین ادامه یابد، شما مسئول هستید. ارزش‌های اصلی و اساسی را به آنها آموزش دهید و آنها را از تأثیرات ابزار نجات دهید. آنتون لاوی، بنیانگذار معبد شیطان، میگوید: بعضی از شما نوشته‌های مرا راجع به تلویزیون خدای نوین مطالعه کرده اید. نکته کوچکی که تا حال یادآوری نکردم این است که تلویزیون روش اصلی برای نفوذ آیین نوین شیطان پرستی در اجتماع است. تلویزیون وسیله سرگرمی لعنتی است. تلویزیون یک سرکس است، یک کارنیوال است، کاروانی از اکروبات ها، قصه گویان، رقاصه ها، آوازخوان ها، جادوگران، شعبده بازی ها و فوتبالیست هاست. ما برای از بین بردن خستگی هستیم. خب اگر حقیقت را می خواهید به سوی پروردگارتان بشتابید، به خود رجوع کنید، چون این یگانه راهی است که حقیقت را در میابید. اما شما هیچ حقیقتی را از ما حاصل نخواهید کرد. ما هر چیزی را که می خواهید بشنوید برایتان میگوییم. ما دروغ میگوییم. ما برایتان میگوییم که کوچاک قاتل را دستگیر خواهد کرد و اینکه هیچ کسی در خانه اگرچه بنگرد مبتلا به سرطان نمی شود و هیچ فرق نمی کند که قهرمان نقش اول فیلم در چی چالش های است. نگران نباشید، در آخر او برنده خواهد شد. ما هر چرندیاتی را که شما می خواهید بشنوید برایتان میگوییم. ما همراه فریب سر و کار داریم. هیچ چیزی اینجا حقیقت نیست و شما با سنین نجات ها و عقاید مختلف هر روز و هر شب نشسته و ما را تماشا میکنید. ما تمام چیزی هستیم که شما میدانید. شما هر چی را که اینجا پخش می شود را باور میکنید. شما به این باور میرسید که تلویزیون واقعیت دارد و زندگی خودتان واقعی نیست. هر چی که تلویزیون میگوید شما میکنید. شما پوشاک و خوراکتان را از تلویزیون تقلید میکنید. اطفالتان را همین طور که تلویزیون میگوید بزرگ میکنید و حتی افکارتان را از آن کاپی میکنید. این یک جنون اجتماعی است. به پروردگار سوگند که شما حقیقت هستید و ما یک فریب هستیم. پس خاموش کنید تلویزیون هایتان را، خاموششان کنید. همین حالا خاموششان کنید و رهایشان کنید. درست در همین جمله خاموشش کنید. خاموشش کنید. طوفان می آید و هیچ مانعی در مقابلش نیست. حال هیچ سقف وجود ندارد، چون سیگنال ساتلایت از سقف عبور می کند. سیگنال در خانه هایتان وارد شده و شما هیچ مانعی در مقابل آن ندارید. اصحاب کهف چی کار کردند؟ به غار فرار کردند. این چیزی است که شما را از دجال حفاظت می کند. شما هم در غار باشید و از این چیزها خود را حفاظت کنید. خانه شما دارالاسلام است. خانه هایتان را حفاظت کنید و شیطان پرستان را نگذارید که در آن نفوذ کند. اطفالتان را حفاظت کنید. آنها پاک و معصوم هستند. ببینید، آنها زیبا هستند. آنها فطرتاً آماده هستند که لا اله الا الله محمد رسول الله را یاد بگیرند. هرچی بگویید آنها باور می کنند. اما اگر در مقابل این چیزها رهایشان کنید به آن باور خواهند کرد.